من خوابم نمیبره خاموشی ولی میخوام بازم بگیرم دلم میخواد بگم دوستم داری بازم بگی بله بازم ببینم تو. من خوابم نمیبره خاموشی ولی میخوام بازم بگیرم دلم میخواد بگم دوستم داری بازم بگی بله بازم ببینم تو. بچه امروز اومدیم با ریاکشن به اجرای لایو امیر ستلو. من امیرم و به ایتی ریاک خوش اومدیم. چه خشی ولی صداش پیدا کرده. حاجی من چند تا ویدیو از این پسره دیدم، خیلی قویه چیزش، کار با کیبوردش و کلا پیانویی که میزنه خیلی قویه. این ترک هم دیگه اکثر حداقل همسنای من فکر کنم باهاش واقعا خاطره دارن دیگه. خیلی آهنگی که از ته دل خونده شده. چقدر بم داره میخونه. حرام. واسه اینکه بتونید که بم بخونید باید 3 برابر زمانی که بخواید زیر و نازک بخونید اینجوری تمرین کنید. خیلی سخته بم خوندن اینجوری و کنترل، و دیگه چه برسه به اینکه تحریر بزنی رو اون بمه. نگاه کن اینجا رو نگاه. ببین یه چیزی که درباره امیر ستلو هست اکثرا همتون هم میدونین اینه که توی آرتیستای ایرانی و حتی توی دنیا اگه حالا اینترنشنال گوش کنید جزء 5 نفر اولیه که انقدر میتونه حسشو انتقال بده، حسشو منتقل کنه، خیلی با احساس میخونه. بعد اون با احساس خوندنه منظورم فقط مثلا عاشقانه اینا نیست، میدونید چی میگم. اگه خشم داره اون خشمو قشنگ از ته وجود حس میکنید موقعی که به صداش گوش میدید. نگاه کن چی جوری، چه عشقش. ببین دردو داری حس میکنی حتی با فاصله های نفسگیریش. خیلی بم میخونه. مرسی تحریر. یه جنگل پر از وحشی ولی خب پاک و ببین یه چیزی که هستش اینه که میگفتن این آدم دیگه نمیتونه لایو بخونه. آره ببین موقعی که مقایسش میکنی اون کلفتی که الان صداش داره رو قدیم نداشت، اون خشی که الان داره رو قدیم نداره، ولی داره میخونه. کسایی یه سری هستن که وقتی که تو این حالت میفته صداشون کلن میذارن میرن، کلن یارو خوانندگی میذاره که دیگه نمیتونه دوتا نوتو بخونه، میدونی سرفش میگیره میخونه. نمیدونم واقعا نمیدونم چجوری داره میخونه. مثلت خدایی نیست.
خیلی جالبه. انقدر خیلی اینش باله که انقدر داره با احساس و اینا میخونه، از اونورم انقدر کوله. آقا بیا اینجا بذار بخونیم تموم شه بره با این سیسه دست به کمرش و اینا خیلی باحال شد. بذار تو خوب نیستم، آره نیستم، ولی مثلت خدایی نیست. من میخوره به دیوار سرم، هی میگیره به سیگار برم. من حق کسی رو نخوردم، ولی از همیشه که بیمارترم. من ته چاه عمیقم، پنچر وسط راه حقیقت. من یکی شدم که دیگه خیلی فرق باهم داره سریعت. سیگنیچر خودش هم زد توش، ملودیشو یه کوچولو عوض کرد. خیلی فرق باهم داره سریعت. خیلی فرق باهم داره سریعت. حاجی با چی رکورد شده این؟ صداش خیلی خوب افتاده. من با گوشی همچین رکوردی بکنم انقدر صدا بد میفته. خیلی تمیزه. اسم این نوازنده رو من نمیدونم واقعا کارش درسته. پرکاشن رو بود. حاجی خیلی ملودیه این آهنگ قشنگه. بعد یکم هم انگار داره جاز قاطیش میکنه با پیانو. منو یاد سبکای جاز و بلوز و اینا میندازه. من داشته باشید فعلا تا هم کم این بند و عدستر همشونیم با دختره مرمانتر. داداش 2 دقیقه واستا زد یه رسه واستا زد تو لوستر با کله جمعشونیم با دختره مرمانتر. داداش با دختره مرمانتر اعصاب نداره. دختره خفنتر. فعلا ما موندیم و مارجی و هموسیا رو بزنشون بدم. چرا داشتن اینا هموسیا که چشا خسته است. طراح لباس، کنسرت گذار، اسپانسر، همه چی. بچه دمتون گرم که تا اینجا ویدیو با من بودید. اگه با ویدیوهای من حال میکنید سابسکرایب بزنید، این خیلی به من کمک میکنه واسه رشد چنلم و من ویدیوهای بیشتری واسهتون میذارم. خیلی ممنونم ازتون. مواظب خودتون باشین تا ویدیو بعد.